دوستان، من دانیالم و این اولین ویدیوی چنل یوتیوبمه و میخوام تو اولین ویدیوی چنل یوتیوبم به شما آموزش خونه نقلی رو بدم. لطفا لایک و سابسکرایب فراموش نشه. منو به دوستای خودتونم معرفی کنید. خب اول این وسایلی که توی ایونتوری بردم دونه بدونش نیاز میشه. یک در میذاریم ما اینجا. خب دوستان میاد اینجا، برای نیاز به این که باید شیفت داشته باشیم و یه دونه دیگه. خب این از رخ اولیه کار، یعنی این یه ورشه. خب حالا دوباره باید اینو بسازیم. نشد، باید شیفت رو دوستان حتما یادتون باشه که شیفت رو نگه داره. من میخوام حالا بسام سریعتر اینو بسازم. برعکس باید قشنگ از همینجا پلیری اینا رو اول بدیم بالا. این دوستان خب دوستان من تایم رو روز کردم و یک کرفتینگ تیبل واسه اینجا یه کرفتینگ تیبل میاد اینجا رخ کار خونه. البته شاید یا اینجا فکر کنین دستشویی ولی اینطور نیست. خب اینجا البته در اول میکنه، اگه شما اینو یه بلاک بکنین در اصلا میاد اینجا یه در میذارین دوباره یک دو بلاک برای نردبونه. خب ولی یه دونه دیگه هم میکنین. بعد بگم این دوروبر همش کنده باید کلا این دوروبر باید کنده باید. اینجاها رخ کار هست، این دوروبر کار هست، کل کار همین دوروبر. اشتباه شد دوستان. از اینجا میریم بالا تک دقیقا میاد. خب این خونه نقلی فقط اینو که برده بالا ببینیم یه خونه قشنگ. خب دوستان این فعلا اینجا باید فقط بخوره دیگه. این برای نوب پلیرها. خب تا اجاق گازتون طبق معمول میذاریم اینجا. اینا هم که چستن میذاریم خیلی راحت دوستان. این هم میذاریم برای دیگه میذاریم این برم یه اجاقات دیگه. این هم از خونه نقلی شما دوستان برای تزیین این خونه نقلی. یک اگر بشه اینو اینجوری که نشد متاسفانه اینجا رو کلا ببندیم. ولی ممنون که ویدیو رو دیدید. تا ویدیو دیگه خدا